بیاید راجع به سلامتی صحبت کنیم. اگه میخواید بدن سالمتری داشته باشید، قطعاً کارهایی هست که نباید انجامشون بدید. نباید به هر دلیلی از بدنتون عصبانی شوید. عصبانیت نوعی عبارت تأکیدی است که به بدن شما میگه که ازش متنفره یا از بخشی از اون متنفره. سلول‌های شما نسبت به افکار شما خیلی هوشیارن. فکر کنید بدنتون خدمتکاری است که تمام تلاشش رو میکنه که شما رو در سلامتی کامل نگه داره، فارغ از اینکه با اون چه رفتاری میکنید. بدنتون میدونه چطور خودش رو شفا بده. اگه شما غذای سالم بخورید، ورزش کنید، خواب کافی داشته باشید و افکار مثبت داشته باشید، این کار راحته و سلول‌های بدن شما در یک محیط شاد و سالم کار میکنند. ولی اگه به بدنتون غذای ناسالم بدید، نوشیدنی‌های مضر بخورید، تحرک کافی نداشته باشید، خواب کافی نداشته باشید و مدام در حال غر زدن و شکایت کردن باشید، اون وقت سلول‌های شما در محیط نامطلوب و بد کار می‌کنند و جای تعجب نخواهد بود که بدنتون به اندازه‌ای که دوست دارید سلامت نخواهد بود. شما با صحبت یا فکر کردن در مورد بیماری به سلامتی نمی‌رسید. سلامتی کامل از عشق و قدردانی حاصل می‌شود. باید به بدنتون تا جایی که میتونید عشق بورزید. باهاش به خوبی صحبت کنید. نوازشش کنید. اگه قسمتی از بدن شما بیمار هست، باید مثل یک بچه کوچک باهاش رفتار کنید. بهش بگید چقدر دوستش دارید و حاضرید هر کاری که میتونید بکنید که زودتر حالش خوب بشه. اگر بیمار هستید، باید کاری فراتر از رفتن به دکتر و خوردن داروهای شیمیایی انجام دهید. بدن شما داره بهتون میگه که کاری رو دارید انجام میدید که برای بدنتون خوب نیست و باید بیشتر راجع به سلامتی مطالعه کنید. هر چقدر بیشتر بدونید، راحت تر میتونید از بدنتون مراقبت کنید. شما نباید احساس کنید که قربانی هستید. این کار فقط شما رو تضعیف میکنه. شما میتونید کتاب‌هایی در مورد سلامتی بخونید یا مشاوره غذایی مناسب بگیرید. من اعتقاد دارم که ما خودمون بیماری رو در بدنمون ایجاد میکنیم. بدن ما مثل آینه‌ای هست که افکار و باورهای ما رو نشون میده. بدن ما همیشه با ما صحبت میکنه. اگه وقت بذاریم و بهش گوش کنیم. تک تک سلول‌های شما به تک تک افکار و حرف‌های شما واکنش نشون میدن. افکار باعث شکلگیری رفتار بدن، پوزیشن بدن، سلامتی یا بیماری می شوند. کسی که همیشه اخموست، معلومه که افکار زیبا و شادی در سر نداره. چهره و بدن افراد مسن‌تر به خوبی الگوی فکری اونها رو نشون میده. وقتی پیر شدید، چه شکلی خواهید داشت؟ قبول کنین که زندگی شما یک سری اتفاقات اتفاقی نیست، بلکه مسیر بیداری روحی است. اگر هر روز به خودآگاهی برسید، هیچ وقت پیر نمیشید، بلکه فقط رشد میکنید. شما به دلیل بسیار مهمی در دنیا هستید و هر چیزی که بهش نیاز دارید در دسترستون هست. میتونید افکاری داشته باشید که باعث بیماریتون بشه یا میتونید آگاهانه افکاری داشته باشید که باعث سلامتیتون بشه. برای اطلاعات کامل در مورد عبارات تأکیدی مثبت سلامتی میتونید کتاب شفای بدن رو بخونید. عبارات تأکیدی مثبت برای سلامتی: من از خوردن غذاهایی که برای بدنم خوبه لذت میبرم. تمام سلولهای بدنم را دوست دارم. من انتخابهای سالمی میکنم. من به خودم احترام میگذارم. من در سن بالا سلامتم چون الان عاشقانه از بدنم مراقبت میکنم. من مدام راه‌های جدیدی رو برای بهبود سلامتیم پیدا میکنم. من به بدنم هر چیزی که برای سلامتی لازم داره رو میدم. من در حال بهبود هستم. من ذهنم رو کنار میزنم و به هوشیاری بدنم اجازه میدم تا به طور طبیعی من رو شفا بده. فرشته نگهبانم همیشه مراقب من است. سلامتی حق طبیعی منه. من برای بدن سالمم سپاسگزارم. من عاشق زندگی هستم.
من تنها کسی هستم که میتونه عادات غذا خوردنم رو کنترل کنه و همیشه میتونم در برابر هر غذایی که بخوام مقاومت کنم. آب نوشیدنی مورد علاقه منه و من آب زیادی میخورم تا بدن و ذهنم پاک بشه. پر کردن ذهنم با افکار مثبت سریع‌ترین راه به سوی شفاست.